مراسم گرامی داشت از 21 خبرنگاری که در سال 2018 در گوشه‌های گوناگون جهان جان دادند. تصاویر 3 خبرنگار رادیو آزادی که سال گذشته کشته شدند نیز در میان خبرنگاران است که اینجا از آنها یادبود می شود. محرم دورانی، عبادالله حنانزی و سباون کاکر در 10 ماه ثور سال گذشته در حمله‌های انتحاری در کابل جان دادند. در مراسم یادبود از این خبرنگاران، دیزی سندلر رئیس عمومی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، شجاعت آنها را ستایش کرد. خیلی افتخار دارم که امروز در اینجا از همکارانم در رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد یادبود می کنم. سباون کاکر، عبادالله حنانزی و محرم دورانی. افغانستان در سال گذشته خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده شد. به اساس آمار فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، 16 خبرنگار در سال 2018 در افغانستان کشته شدند. پس از افغانستان، در مکزیکو، یمن و سوریه پارسال بیشترین خبرنگاران جان دادند. در این موزیم در واشنگتن دی سی که نیوزیم نیز یاد می شود، همه سال مراسم یادبود از ژورنالیستان برگزار می شود. در اینجا نام‌های بیش از 2340 خبرنگار ثبت است که هنگام پوشش خبرها از سال 1837 تا 2018 کشته شدند.